حضرت عمر آدمی با غیرت بودند، البته غیرت داشتند. بار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از جهاد برگشتند، با غنیمت بسیار و با غلبه برگشتند. و ناگاه میگوید یک زنی سیاه‌پوست در دستش یک دایره داشت، آمد پیش پیغمبر خدا را گرفت و گفت حبیب خدا، پیش از آن که تو جهاد رفتی من نظر کردم که رسول اکرم اگر صحت و سلامت برگردد، با غلبه برگردد، من در پیش او دست میزنم، دایره میزنم. حبیب خدا این من نظر کردم. حبیب خدا گفتند بگذار مادر، گفتند دایره بزن. گفتند این سیاه‌پوست میگه دایره میزد در خانه پیغمبر خدا. این هنگام میگه علی در آمدند، این زن دایره را میزد. حضرت ابوبکر در آمدند، این زن همون دایره زنی را دوام داشت. حضرت عثمان در آمدند، این زن از دایره زنی باز ایستاد. وقتی وقتی عمر در آمد، این زن درها دفش را جمع کرد و در یک دیگه خانه نشست. از عمر ترسید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خنده کردند، تبسم کردند، گفتند ای عمر، گفتند قسم به خدا، گفتند که از سایه تو شیطان میترسد، شیطان از سایه تو میترسد. گفتند حتی شیطان گفتند از تو میگریزد. ببین شیطان از عمر میگریخت. شیطان سایه عمر دیدن قوت نداشت. برادر عزیز